سلام دوستان عزیز، امروز اومدیم براتون آموزش ساخت جک اهرمی رو با چند تا ابزار خیلی ساده و ارزون به نمایش بذاریم. شما در مرحله اول به چند لوازم احتیاج دارید. 2 تا باربرینگ شفت هوندا نیاز نیست دوستان، اینا رو نوع تهیه کنید. اینا دست دوم از دم تراشکاری ها میتونید تهیه کنید با قیمت خیلی پایین تر. یک لوله سایز 2 به اندازه 35 سانتی متر دوستان. یک لوله سایز 3 یا 4 دوستان به اندازه 35 یا 40 سانتی متر. یک لوله سایز 2 یا 3 یا 4 به اندازه 1 متر و 20 سانتی متر. یک عدد نبشی به اندازه 5 سانتی متر، نبشی 4. لوله 2 رو به توسط بالبرینگ های شفت هوندا به این شکل جوشکاری میکنید دوستان، به این شکل. لوله اهرم دسته جک اهرمی رو با یک عدد نبشی به این شکل جوشکاری میکنید تا سطح تماس اون با لوله بیشتر باشه دوستان. لوله اصلی زیر جک قرار میگیره که ماشین رو میده بالا، باید حتما به این زاویه در بیارید دوستان با سنگ و فرز یا با هر ابزار دیگه. این لوله سایز 3 هستش دوستان، بعد به اندازه 35 سانتی متر. با این زاویه دوستان برشکاری کنید تا حتما غلاف هم گیر بکنه دوستان. حتما با این زاویه باشه دوستان، دقت بکنید. به این شکل نمیتونید شما جوشکاری کنید، به این شکل. لوله اهرم و دسته جک رو با زاویه عمود به شافت باربرینگ جوشکاری میکنید. لوله اصلی جک اهرمی رو هم با زاویه 85 یا 75 درجه دوستان جوشکاری میکنید. با زاویه 90 درجه نباید دوستان جوشکاری بکنید، با زاویه 70 یا 80 یا 90 دیگه، آخرش 90 باشه. 85 70 بهتره دوستان. به این شکل فیلم آموزش ابزارهای بیشتر رو هم تو کانال یوتیوب هم میذارم. لطفا تو یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. اسم کانال یوتیوب من مجید ابراهیم پور هستش. ممنون که ما رو تماشا کردید.